الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر میگویند که یک چند برادرهای دیگر در حالت نماز خواندن با شورت نماز میخوانند. شورت یعنی شورتیک میگند، یعنی یک شیمی کوتاهی که تو یعنی بعد از زانو هست. میگد یعنی این کوتاه هست، زانوشون رو پناه میکند و در بعضی حالت از زانوشون بالا میشود. بارک الله فیکم. آیا جایز است یا نیست؟ البته باید بدانید که ازار مسلمان این نصف ساق باید باشد، چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند در حدیث صحیح آمده است که میگند ازارت المسلم الى نصف الساق ولا خرج ولا جناح، یعنی ازار مسلمان این باید در نصف ساق باشد و از نصف ساق پایان نشود، یعنی از عاشق پا پایان نشود. البته از عاشق پا شیم را پایان پوشیدن در غیر اکراه، این سببی در آتش سوختن همون پای می شود. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگند من اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، هر کسی که از عاشق پایش ازارش را، شیمش را یا کرتهش را دراز می پوشد، پس داند که در آتش دوزخ می سوزد. برای همین مردها، تنها مردها باید ازارش، شیمش یا اگر کرته عربی پوشد از عاشق پا بالا باشد و تا نصف ساق و از نصف ساق برآوردنش البته این بی‌آدابی است. و این از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه در نماز یعنی تا زانویشان کشاده ننشستند. این برادرها به خود دلیل آوردند، گفتند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی در خانهشان نشسته بودند، در گیردشان ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بودند و عثمان رضی الله عنه آمدند که رسول الله خواستند و سان خود را پناه کردند، یعنی زانوی رسول الله کشاده بود. وقتی که عثمان در آمدند زانوی خود را پوشیدند و گفتند از عثمان ملائکه ها شرم می‌دارد، من هم شرم می‌دارم. همین دلیل است گفتند به همین خاطر ما در نماز زانویمان کشاده باشد هم باکی نیست. گفتند البته این سخنشان نادرست است، دلیل صحیح است، حدیثی که آورده اند صحیح است، اما استدلال غلط است، در این موقع نیست. برای همین ما همیشه به برادرها میگیم عورت دو نمود است، عورت دو قسم است، سطر عورت دو قسم است، سطر عورت بیرون از نماز و سطر عورتی که در درون نماز است. در سطر عورت بیرون از نماز میگوییم از زیر ناف تا زیر زانو یا که تا بالای زانو، اگر بیرون از نماز شما شورتیک پوشیده نشسته باشید در بین دوستانتون، اگر کمی زیر زانوی شما، کمی سانی پای شما نماید هم باکی نیست، اما بهترش از آداب است که محکم کنید، اما در بعضی حالت ها باکی نیست. اگر تن شما لوج باشد، فقط یک شورتیک داشته باشید از زیر ناف و ناف شما پناه باشد، زانوی شما کمی کشاده باشد، باکی نیست، اما در نماز این نماز شما رو باطل میکند. چخیلی که حدیث متفق علیه آمده است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگند لا یصلی احدکم و لیس فی عاتقه شیء، یگان نفر شما نماز نخواند مگرم در حالتی که یعنی در کتفش چیزی هست. یعنی اگر انسان نماز خواند در حالتی که در کتفش یگان لباس نیست، لباس نپوشیده، تن لوچ نماز خواند، نمازش نماز نیست، باطل است. و این چنین در حالت شورتیک نماز خواندن هم آمده است. بیرون از نماز به شورتیک ایستادن جایز است، اما در درون نماز باید ازار مسلمان از زانویش پایینتر پوشیده باشد و این سنت است. اما اگر دیگر لباس نداشته باشد جایز است، این یک مسئله دیگر است. اگر دیگر لباس نداشته باشد جایز است، اما اگر دیگر لباس پوشیده باشد، داشته باشد، باید زانوش محکم تا نصف ساقش محکم باشد، و این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس به همون برادران نصیحت میکنیم که سنت را درست بفهمید و درست عمل بکنید و از طالب علمان و علما بپرسید. در نماز خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله مانند کنید. پیامبر در نماز هیچگاه زانویشون نمینمود. پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز یگان بار سانی پایشون ننموده است. پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز همیشه کرتهشون نصف ساقش بود، نصف ساق، از زانو یک وجه پایان کرته می پوشیدند، یا که ریدا یا که میگیم ازاری که در حالت حج کردن حاجی ها احرام میبندند، مثل این تا نصف ساقشان بود. اما در غیر نماز، در حالت نشستن، بله رسول اکرم صلی الله علیه و آله حدیثی اومده است که نموده است. در غیر نماز این دیگر مسئله است. بارک الله فیکم. برامون احتیاط باشید و به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنگ بزنید و اسبال را ترک کنید. هیچگاه ازار خود را از عاشق پایان نپوشید، اما زنها باید طولانی پایان بپوشند.